عاشقی را یاد عاشق می دهی. با تو سبزم، با تو سبزم، گل بهارم ای پدر. هر چه دارم از تو دارم ای پدر. در قدم نخست فرارسیدن روز پدر را به تمام پدران عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. سلام عرض ادب دارم خدمت یک شما عزیزان بیننده که من اکنون صفحه نگزاد را در هر کنار گوشه این کره خاکی بیننده هستین. امیدوار هستم جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای زمستانی را به خوبی و خوشی و گرمی در کنار فامیل و خانواده های محترمتان سپری کنید. باز هم ما این بار یک برنامه داریم راجع به روز پدر. اینجا یک دوست ما هستن، با اینها معرفی میشیم. اینها هم گفتنی هایی دارد، شعری دارد برای پدر و همراهی شما از آن تا پایان خواهان هستیم. صفحه فیسبوک رمضان نگزاد را لایک، چینل یوتیوب را هم سابسکرایب کنید و رمضان نگزاد را در یوتیوب حمایت کنید. جایتان در قلب ماست. خب سلام. سلام علیکم السلام. خود اگر معرفی داشته باشید در نخست برای بیننده ها. من علیسنا محبی هست. خب علیسنا جان، شما چی آمادگی گرفته در نخست درباره روز پدر؟ یک شعر برای پدر میخواستم بخونم. خب بفرمایید بخونید، ما میشنویم. بیننده هستن. شعر یعنی تسلط بر زمانه، پدر احساس خوب تکی بر کو. پدر یعنی تسلی وقت اندوه. پدر یعنی زمن نام و نشانه. پدر یعنی فدای اهل خانه. پدر یعنی غرور مستی من. پدر تمام هستی من. پدر لطف خدا بر آدمی زاد. پدر قانون مهر و عشق و امداد. بسیار ممنون از شما، واقعا شعر عالی و زیبایی بود. تشکر از شما. شما بیننده های عزیز، دست های پدرهای بزرگوارتان را با گرمی بفشارید، ببوسید. پدر در خانه باشه مثل تکیه‌گاه است. پدر در خانه مثل کوه است. ما که از پدر محروم هستیم، شما که پدرتان هست، همین حالا که همین ویدیوی ما رو میبینید، زنگ بزنید به پدرهای بزرگوارتان، باهاشون صحبت کنید، روزشان را تبریکی بگویید. پدر که در خانه باشه بهترین خوشبختی است. پدر خودش واقعا مردی است که ما را تا این دم، همین حالا که ما در این سن رسیدیم، با کمک و یاری پدر در اینجا رسیدیم، با کمک و یاری پروردگار رسیدیم. پس اگر پدرتان از شما خوش بود، خداوند خوش است، پیامبرش خوش است، چون اولین پدر ما و شما حضرت آدم علیه السلام است و بعد پدرای بزرگوار ما و شما می باشد. پس پدرایتان را احترام بگذارید و همین حالا یک زنگ بزنید برای پدرایتان، بگویید دوستان دارم، بگین روزتان مبارک، پدر است، خوشحال می شود. خب بسیار ممنون از شما علیسنا جان، واقعا شعرتان عالی و زیبایی بود. ممنونم. تشکر از همه بینندگان و تبریک میگم به تمام پدران، روزشون مبارک. علیسنا جان، میایم در این قسمت از شما که مصروف چیکار هستید شما؟ مصروف در خواندنه. خب صنف چند هستید؟ صنف 8. صنف 8 را تمام کردید یا صنف 8 است؟ نه 8 را تمام کردیم، تازه میخوام صنف 9 برم. خب چگونه است امی درس، مثلا درس ایران با افغانستان چگونه است؟ اینجا خوب درس است یا افغانستان معمولا درس خوانده دیگه؟ آره افغانستان هم 3 یا 4 سال درس خواندم. آره اینجا زیاد فرق درس زیاد فرق نه، اما اینج کم خوبتر از افغانستان. خب میخوای انشالله بخیر در آینده چیکاره شوی؟ میخوام دکتر شوم، برگردم افغانستان به مردمم خدمت کنم. خب میخوای دکتر شوی بخیر در آینده؟ آره میخوام برگردم افغانستان به مردمم خدمت کنم، انشالله همیشه کنارشون هست. خب بسیار ممنون علیسنا جان از شما، واقعا انشالله بهشون افتخارم میکنم و افتخار میکنم افغانیه. بله بسیار ممنون از شما. در اخیر اگر با یک کلمه مثلا پدر را تعریف کنی چی است؟ پدر پشت و پناه آدمه. واقعا هر کس پدر داره
زنگ بزنه و پدرشون تبریک بگه. نمیتونم چیزی بیشتر درباره پدر بگم. واقعا دوستشون دارم و تبریک میگم روزشون. خب ممنون از شما. تشکر. خواهش. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز ما راجع به روز پدر. من باز هم در اخیر روز پدر را از صمیم قلب به تمام پدران عزیز، پدران بزرگوار تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه صاحب پدر بر سر فرزندان و بچه هایشان باشد. و شما عزیزانم که صفحه نگذات را بیننده هستید، با کامنت های زیبایتان، با لایک تان، با سابسکرایب هایتان ما را در یوتیوب حمایت کنید. ممنون. خدا نگهدارتان.